دوستان عزیز سلام علیکم. 8 مارس سال 2026 می باشد. ما عادت به شما نشان میدیم پیوندی برگ پیوندی توت رو. ما عادتا برگ پیوند در بهار نمیکردم، لیکن سال گذشته من گلوس رو برگ پیوند کردم، به نهایت خوب عمل کرد و فهمیدم که در بهار وقتی که آبدوانی سر می شود، ما ببینید حالا برگ کرده شده است، یعنی آبدوانی سر شد برگ پیوند کرده می شود. من در توت شاه توت میکنم. این قلمچه شاه توت است، این توتی عادی است و این رو ما الان خیلی گرفتیم. دیدید الان خیلی گرفتیم. اکنون چوبش رو از داخلش ما جدا میکنیم. در داخل این با چوب دارد، بینید نه کارچی ما تیز است. دو دستمون رو بریدیم همشه. الان این چوب رو گرفتن در کار، از پوست جدا کردن در کار، چون که چوب نه اونقدر خوب میگیرد. چوب قطعی چوبش اومد. چوب رو ما گرفتیم. کمی چوب موندو، از او یک حرکت میکنیم که او یک مرتبه دیگه این چوب رو ما گیریم. کمترش موند، مایلش اگه ضرر ندارد، لیکن گیریم خوبتر میشود. اومد. دستی من که بریدگی است، بسیار ناقلای است. چوبش رو گرفتیم. تنه توت رو حرف ت بریم میبریم. بریدیم، گشوده میکنیم و در داخل همین ت جو میکنیم. این رو همین چشمک رو جوی میکنیم، میرود. انا پیوندی ما در جایش خوب است. اکنون پیوند پیچ میکنیم. از قسم پایانش میگیریم. پیچونیده بلو میبریم. خدا خواهد این پیوندی ما میگیرد. با دروی سرخ و شما نشان میدیم که پیوندی ما گرفت. پیوندی توتی ما گرفت و عمل کرد. شاه توت. اگر که این شاه توتی ما گیرد، دکبر خواهشمندان میتوانند این شاه توت را از من خریداری کنند. شاه توت یکی از مالهای میوه‌های بهترین است. خون شما را تازه میکند. کفایه. اکنون ما این رو میبندیم. گنده دستمان رو بریدیم، دیگر دست گبرو نمیگیرد. پیوند شاه توت گلویش رو میبریم که تو اکنون وقت دیگه اینجا پیوند میکنم، اینش رو نیست میبرم من. هم دوران عزیز پیوندی ما شده گذشت. یک طرف شما خیزوندم. وقتی بریدن خیلی اون بوکی ندارد. کلون که پیچ شد که در پناه خدا باشید. خدا نگهبان شما باشد.